این قرصا رو چرا به بچه‌تون میدین؟ باید لاغر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه برای تبلیغاتش یه سایز از یه لباسی بود که از خودش کوچیک‌تر بود. باید 1-2 کیلو لاغر میشه. بچه‌ت قرص شیمیایی لاغری میدی؟ قرص شیمیایی نیستش آقای قاضی. حالا گیاهی. مثل آدمای دیگه یه دفعه دل درد گرفته من بردم بیمارستان. دکتر مملکت که رفته درس خونده متوجه نمیشه. شما متوجه میشی؟ دارم میگم من مشورت کردم. با کی؟ تو رو خدا یک سر سوزن شعور برای من قائل باش. کارش چیه بچه اصلا توضیح بدین؟ ببینید آقای قاضی این کودک رو بردم توی کار مدلینگ پوشاک کودک. خب من اینجور که بررسی کردم حدود ماهانه 60 میلیون تومان درآمد این کودک. بله آقای قاضی 60 میلیون تومان. از همین الان من آیندهشو تضمین کردم. همین الان خیلی موفق‌تر از همه این آدمایی که هستن. هر جا هر پدر مادری که بخواد این کارو با بچهش بکنه قانون ورود میکنه. الان برای شما که مرتکب این جرم شدین 6 ماه تا 1 سال حبس تعلیقی من می‌نویسم. حبس برای 100%